استاد یک سوال دیگه اگر اجازه باشه بعد با همین سوالات خاتمه. استاد همین برنامه‌ای که در همین کانال تون پخش کردین اوید حج رو گوش کردم یا من نفهمیدم یا خیلی همین حجی فرضی نیست همین عمره گیم اگر برای همین مسافر معنا مقصد که مسافر دخل داره درآمد داره همین هر حسابیدا میشه و یا که مثال با اندازه معین باید مول ثروت داشته باشه بعد برای که کمپانی مادر میگن بیا مثلا به حج روی که مثلا شرایط هست نه مثلا میگم مولی خیلی هم همه که قسمت های توضیحی با مثلا در گاده ما فرض نیست ما این از این گرانگور اونم میشه حالا اونجا شرایط هست الحمدلله که مثلا مادر رو به حج روان کنیم. و عمره روان کرده میتونید؟ بله بله استاد. به عمره روان نکنید و برید. یگان کس همراهشون رود، خودشون روان نکنید. نه مقصدم همین است که مثلا هر زمان رایم اما مادر که نه باشه مثلا کلی مو مثلا در هر کجا که مو بوینه در گردن و مثلا فرض نه از این من حاجی کردن خدا دستان را مثلا در دودره تجربه کنی یا مشکلات زندگی فهمو همین معلومات فهمو برادر فهمو. من میگم برادر همین میکروفوناتون بسیار آدمای اذیت میدهد. در یک جای تا تینج ایستاده سوال تیتان سوال دادنی باشتون جاتون ناتینج باشد سوال نتیتان در دیگر وقت سوال تیتان برای مردم این خلال میرسه این نوار افیر می ایستد مردم تماشا میکنه گوش خراش است میبراید عصبی مردم خراب میکنه. خب باز صداهاتون فهمیده نمیشد عموما نوشنیک داشته باشید نوشنیک قطعی گپ نزنید. خب بله اگر به عمره رفتن قدرت داشته باشند یعنی به رفت و آمد پولی علاهیده داشته باشند دیگه یا خودشونو نفرستن تا یگان محرم قطعی برای رفت و آمد به دو کس پول پیدا شود من رفته بیام پول که هست رفت و آمد به یک مراتبه رفت و آمدن در کار بناهن به قول بعضی علما که عمره هم مثل حج در عمر یک مراتبه فرض است. نوبری حاجی های ما رود یا برای هم عمره میکند یا هم حج کرده میبید در یک سفر هر دوشه کرده میبید. ولی کسی قدرتی حج رفتن ندارد ولی قدرتی عمره رفتن دارد و باوری دارد که به این نزدیکی ها حج رفتن نمیتواند میتواند عمره رود در وقت های مناسب.